سلام، امروز میخوام در مورد فرق اعتماد به نفس آقایون و خانوم ها با هم دیگه صحبت کنیم. امروز داشتم میچرخیدم و جستجو میکردم که مثلا مطالبی بخونم و یا 2 پژوهش به چشم خورد و نشستم همشون رو خوندم. خیلی جالب بود. اولی در مورد این بود که اگر یکی از طرفین زیبا باشن چه اتفاقی میفته. یعنی اولی اومدن زوجها رو بردن لابراتوار و همیشه سعی کردن که یکی از طرفین زیبا باشه، خوشتیپ باشه. بعد خیلی جالبه که اینو میخوام بهتون بگم، وقتی که زن زیبا و خوشتیپ تر و سرتر بود، به اصطلاحاً سرتر بود، این رابطه خوب پیش میرفت و مرد گفتش که آی خدا شکر از سرم هم زیاده و رابطهشون خیلی خوب و مثبت پیش میرفت. ولی وقتی که مرد زیباتر و خوشتیپتر بود و زن کمتر بود، کمتر زیبا بود در اصل، این مرد دلخور بود و یه جورایی که احساس ناکافی بودن میکرد و میگفتش که انگار مثلا تو دلش من لیاقتم بیشتر از اینه و حس سرد بودن بینشون زیاد بود و کارها درست پیش نمیرفت و زن احساس سرخوردگی و سردی میکرد. اینجا سوال اولم از شما اینه که چرا مرد زیبا به خودش اجازه میده که بگه من لیاقتم بیشتر از اینه ولی زن این کارو نمیکنه؟ میشه گفتش که چرا زن سختگیر نیست توی ظاهرش، یعنی ظاهر پارتنرش چرا براش معیار نیست ولی برای مرد معیاره. مگر جفتشون پارتنرشون خودشون انتخاب نکردن؟ چرا یه مرد به فکر ظاهر پارتنرش هست ولی زن در ظاهر پارتنرش نباید سختگیر باشه؟ حالا میریم پژوهش دوم. میان اعتماد به نفس خانوما و آقایون رو با همدیگه بررسی میکنم. نتیجه ها خیلی جالبه. گوش بدین. خانوما معمولا از اون چیزی که هستن خودشون 40 تا 50% کمتر میبینن. به خودشون شک دارن. کم پوشتر میبینن. زیباییشون رو کمتر میبینن. 40% 50% موفقیتشون رو کمتر میبینن. در سکس همش احساس ضعف میکنن در صورت که شاید نیستش، ضعفی وجود نداره. در حالی که آقایون 40% از اون چیزی که فکر میکنن آلتشون کوچیک‌تره. 50% از اون چیزی که فکر میکنن موهای کمتری دارن. 70% چیزی که فکر میکنن تو رابطه جنسی بدتر عمل میکنن. 90% از چیزی که فکر میکنن کمتر جذابن برای خانوما. میخوام بگم کار آقایون بد نیست ولی کار ما خانوما قطعاً بده. دست کم میگیریم خودمونا. اختلاف ما با آقایون فکر میکنید چه حد باشه؟ شاید 90%، 80% ما با هم یه اختلاف داریم، چون اونا نزدیک 50% اعتماد به نفسشون کاذبه و ما 40-50% کمه. اعتماد به نفسمون کمه. چرا باید اینطوری باشه؟ هیچ کدوممون کمبودی نداریم و این سیستمیه که اینطوری چیده شده و برنده این سیستم مردان. حرفم اینه که نمیگم بیاین سیستم رو با هم دیگه عوض کنیم. بیاین مثل خودشون رفتار کنیم. اگر مرد با شکم گندش با اعتماد به نفسه، تو هم داشته باش عزیز من. اگر بولدورم میکنه تو هم بکن. مثل خودش برگ برنده، درست دست خودشونه، پس مثل خودشون باید رفتار کرد. فقط فرقش میدونین چیه؟ چون شما خوشگلین و نازین به شما بیشتر میاد. کار آقایون همیشه درسته. بیاین برای قدرت بیشتر از آقایون یاد بگیریم. دوستتون دارم. خداحافظ.